مأمورخان علیموف یک جوان زاده تاجیکستان روز 26 مارس سال 2024 به نزد لوحه یادگاری در نزد تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو دو ماشین گل برده این همه گل را با چنین یک نوشتجات به یاد قربانیان حمله خونین شام 22 مارس در این تالار بخشیده است. خلق تاجیک به دهشت افتاده همراه شما غرق اندوه شده است. اظهار همدردی صمیمانه ما را بپذیرید. درباره این اقدام شرافتمندانه جوان تاجیک رسانه‌های زیادی روسیه خبر دادند. خبرگزاری ریا نووستی درباره این حتی گزارش ویدیویی تهیه کرد. در مصاحبه با ریا نووستی مامورخان علیموف گفت که او میخواست تمام انبار گل‌های مغازه‌اش را به اینجا برد. آنهایی که این کار را کردند آنها انسان نیستند. از این رو برای این 4 نفر نباید تمام خلق تاجیک را نادرست قضاوت کنید. مردم تاجیک امروی مردم روسیه غرق اندوه است، چون که اونجا که رخ داد کاری خیلی غم انگیز و دهشتبار بود. من همچون شهروند روسیه که در تاجیکستان به دنیا آمدم به نزدیکان و خانواده های کشته شدگان اظهار همدردی عمیق بیان میکنم. اظهار داشت مامورخان علیموف. مامورخان علیموف در مسکو مغازه گل فروشی داشته است. بنا به اطلاع نهادهای اندوز پایتخت روسیه علیموف مامورخان 20 فوریه سال 2021 همچون صاحبکار انفرادی در نهاد اندوز نویه خروشوف و منیونیکی در حوزه مأموری شمال غربی شهر مسکو ثبت نام شده است. لوحه یادگاری که در پهلوی بنای کراکوس سیتی هال روز 23 مارس پیدا شد، یعنی همگی یک روز بعد حمله تروریستی در این بنا که بنا به آخرین خبرها باعث مرگ 139 نفر شد، مردم اینک چند روز باز بیس به اینجا گل و گلچنبر و بازیچه آورده میگذارند و به یاد قربانیان حمله شام 22 مارس شمع روشن میکنند. در ایستگاه مترو اختیارا نوبداری کرده به مردم را به طرف لوحه یادگاری را نشان میدهند. رسانه‌ها در روزهای آخر درباره کارنمایی‌های مردم از جمله مهاجران در زمان حمله مسلحانه شام 22 مارس خبر میدهند. از جمله دوستان اسلام خلیلوف نام نورس 15 ساله از قرقیزستان ورد زبان است. این نورس در گردروب یا نقطه لباسپوشی کراکوس سیتی هال کار میکرد. هنگام حمله تقریبا 100 نفر را نجات داد. آوازخوان شناخته روسیه مارگنشترن از این رفتار نفرس قرقیز چنان به وجد آمد که برایش 1 میلیون روبل توفه کرده است. روز 27 مارس تلگرام کانال باز درباره کارنمایی بنفشو ارکینوف یک نورس 17 ساله از شهر کونیبودوم تاجیکستان خبر داد که شام 22 مارس بعد بنا را ترک کردن همکارانش در جای کار با یک مرد در آن حمله مجروح شده ایستاد. بنفشو تازه باعث پیشخدمت در مهمانخانه اکواریوم که در بنای کراکوس سیتی هال جوگیر شده است به کار در آمده بود که این حمله تروریستی رخ داد. تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال به میلیاردر اوزرتبار اورز اغالاروف تعلق داشته تا 7300 تماشابین را می‌گنجاند. بر اثر حمله و سوختار شام 22 مارس بنا ضرر جدی دیده با مشورو رفت. امین اغالاروف آوازخوان شناخته و فرزند اورز اغالاروف گفته است که آنها میخواهند تالار کنسرت‌ها را برقرار کنند. در کراکوس سیتی هال همچنین میخواهند به یاد قربانان حمله شام 22 مارس سال 2024 یک لوحه یادگاری بسازند.